سلام. میدونین یکی از شایع ترین دلایل اضطراب هایی که ما معمولا تجربه میکنیم به خاطر این هست که میخوایم مطمئن باشیم که تصمیمی که داریم میگیریم یه تصمیم کاملا درسته و هرگز از این تصمیم پشیمون نمیشیم و یا منصرف نمیشیم و تصمیم نمیگیریم که اون روشی رو که در پیش گرفته بودیم قطع کنیم یا روش دیگه رو در پیش بگیریم. در این صورت ما همیشه باید نگران این باشیم که این تصمیم یه تصمیم مادام العمر و همیشگی هست، در حالی که چنین چیزی عملا تو دنیای واقعی نمیتونه اتفاق بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه یا ما درونمون در حال تغییر، رشد و پیشروی هست، ما هستیم که دانشمون بیشتر میشه، ما هستیم که دیدگاهمون عوض میشه، چیزهایی که برامون یه روزی خوشایند بوده ممکنه خوشایند نباشه، یا چیزهایی که نسبت بهش بی‌تفاوت بودیم ممکنه برامون جذاب و جالب باشه. با آدم‌ها یا شرایطی ممکنه روبرو بشیم که این آدم‌ها یا شرایط به ما یه مسیر جدید رو نشون بدن و این مسیر جدید برامون خیلی جالب باشه، یا اینکه برعکس ممکن هستش که تو دنیای بیرونیمون تغییراتی اتفاق بیفته. ممکنه اون شرایط، اون آدم‌ها، اون محیط کاری، اون رشته‌ای که داشتیم درس می‌خوندیم توش متوجه بشیم که دیگه برامون خیلی جذابیت نداره. انگار یا شناخت زیادی نسبت به اون محیط نداشتیم، یا اینکه شناخت داشتیم ولی اون محیط تغییر کرده و اون محیط عوض شده. بنابراین اگر ما یه روزی از تصمیمی که داریم میگیریم امروز پشیمون بشیم، این ایراد نداره. این به معنی این هست که هر تصمیم در موقعیت و زمان خودش باید برای ما بهترین تصمیم باشه و این مربوط به موقعیت یا زمان دیگه‌ای توی زندگیمون نیست و هیچ ضمانتی به این وجود نداره که ما هیچ وقت از تصمیممون پشیمون نشیم. یه مثال براتون میزنم. زمانی که سال 1385 من دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی استخدام شدم، احساس میکردم که این تصمیم بهترین تصمیم زندگیم هست و از اینکه تونسته بودم تو این موقعیت مشغول به کار بشم به شدت احساس رضایت و خوشحالی داشتم، به شدت احساس مفید بودن و احساس ارزشمندی می کردم، در حالی که زمانی که 1402 من از دانشگاه استعفا دادم و در نهایت مجبور شدم که علیرغم در واقع اون به هر حال توصیه هایی که دانشگاه بهم می کرد یا ممانعتی که دانشگاه داشت برای اینکه نذاره من از دانشگاه خارج بشم، من در نهایت از دانشگاه با 1 سال خورده اصرار و پافشاری خارج شدم و دوباره این تصمیم بهترین تصمیم زندگی من بود. چی میشه که در طول 17 سال ورود به یه جا برات بهترین و قشنگترین تصمیمه و بعد خروج از همونجا برات بهترین تصمیمه؟ برای اینکه نه من دیگه آدم سابق بودم، نه محیط و فضای دانشگاه فضای سابق بود. بنابراین دلیلی نداشت که من بخوام تو اون موقعیت و شرایط کماکان به کارم ادامه بدم. یه چیزی یادمون باشه، ما فقط میتونیم بگیم در زمان حاضر بهترین تصمیم من چی هست. در آینده چه اتفاقی میفته نمیدونم چه اتفاقی میفته و هر اتفاقی که بیفته سعی میکنم که خودم رو باهاش سازگار و انعطاف پذیر بکنم و در موقعیت بهترین تصمیمم رو بگیرم. دلتون خوش.